السلام علیکم ایشان حاجی میرزا. خداوند شما را از همه فتنه ها، اختلاف ها و کشمکشی هایی که حاضر در تاجیکستان از شما را نگه دارد. من امام یک مسجد کلان در پایتخت هستم. با قوم خود شما را نسبت همه داملاها احترام خاصه داریم. از گرفتن نامم خودداری کردم. حاجی خدا به تو خیر خواسته است و تو را دوست می‌دارد که امروز مردم خرد و کلان شما را دوست می‌دارند و حرمت می‌کنند و هزارها زن و مرد با سبب شما هدایت یافتند. یک نصیحت دارم و دو سوال. نصیحتم همین است: داملا فقط از پسی نصیحت‌های لازمه و درکاری در جماعت صحبت کنید، در جمعه صحبت کنید. از این دایره بیرون نشوید و مسئله‌های اختلافی را در مسئله‌های اختلافی وقتتان نگذرانید. بخشش زیاد خودتان از من خوبتر می‌دانید. یک نصیحت کرده است برادر که امروز بعضی گویم اختلاف ها و بعضی نافهمی ها و بعضی عمل هایی که گویم که نه گویم باعث بحث و مناظره باشد که دامنگیر مردم ما شده است و امروز سبب شده است و به خاطر بعضی مسئله های جزئی که هیچ قدر و نقش در اسلام ندارند گروه بازی ها شده است. یکدیگر را بد میبینیم، یکدیگر را روی خوب نمیدهیم، حتی لازم شود یکدیگر را زده خونشارم که کنیم دلمان خنک نمی شود. مقصد از همین اختلاف ها دور باشو، از همین مسئله ها دور است. اینا ابله هستند، اینا بیعقل هستند، اینا خدمتگاری در اسلام نیستند. با این عمل ها این خدمت نیست. خدمت راهاش دیگر است، خدمت مسئله هاش دیگر است. اون مسئله های مرکبی هست که من باوری دارم که اینا اگر به یکی از اونا پیوست شوند، باور که در وجودش آنقدر ترس پیدا می شود که خدا داناست که دیگر روی زمین نمیبرش. این چی مسئله است؟ مسئله های مهمه که انسان بعد او فشارها میبیند، عذاب میبیند، چنگی به وی بزن. این چی است؟ این چی مسئله هم نیست آخه. مثلا این داملا خدا خیرش دهد ما را نصیحت کرده است که از همین مسئله دور باشیم. ما دور میستیم، لیکن افسوس که دور ایستادن مانم باور کنین چگونه ای که برای خودمان یک مسئولیت بلند حس میکنم که مبادای مقصد ما قرار ایستیم و ما به مردم چیز نرسانیم و بعدن گویم بعضی از شخصیت ها مردم کاردار شدن گیرن، اینجا در باز ما قرار ایستادن نمیتونیم. و این خاطر نصیحتی منم همین است. دادر عزیز، باز میگویم، باز به گوش شما میرسانم، یگانه چیزی که امروز مطابق مناسب برای ما و شماست مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. از این مذهب دادر عزیز اینجا سوال آمده است، یک وجه بیرون نشو. به نام آن خدا دفاع از مذهب مان دفاع قرآن و سنت است. هیچ زلل و خلل در این راهی که ما و شما اختیار کردیم نداریم. ببینید 200 میلیون عالم ها و مفسرات در هندوستان دفاع از مذهب امام ابو حنیفه دارند. 200 میلیون، 80 میلیون مردم افغانستان. ببینید چقدر اولی کل من دیگر دولتاش برای شما نمیگیرم. 80 میلیون مردم پاکستان، همه مولوی هستند، همه اهل علم هستند. صدها کتاب نویسنده برای خدمت اسلام تقدیم کردند، همگیش پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. از آن جمله بنده هم دوستدار از پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. برادرها از ما شکرانه میکنند، هزارها آدم به دعوت شما هدایت یافتند، از مذهب ساده خدمتی در اسلام میکنند. به این خاطر دادر عزیز، هر چی در مذهب آن هست، هر ترتیبی که نمازی که در ما و شما بود، از این بیرون نشو دادر. اگر تو سوال داری، اگر تو چیزی پرسیدنی، از من بپرس. من برای تو انشاءالله به نام خدا، از برای خدا غمخوارم، از برای خدا دوستت میدارم. دیگر نه به منصب پدرت نه به مالداریت، به نام الله اهمیتم نمیتونم، پروا هم ندارم. فقط به خاطر خدا دوستت میدارم. برای همین نصیحتی منم همین است دادر عزیز. امروز بسیار وقتی حساس است و وطن مانم دوست داریم. یک زمان دیدیم ناآرامی ها را، کشمکشی ها را دیدیم، چی بدبختی ها را دیدیم. و فکرم که دیگر دل ما و شما را این معرکه های ناخوش گرفت.
بسیار نعمتی خوب آمده است، آرامی، الحمدلله. این زیباگی مسجد ببین، از ساعت 8 تا 9 مسجد پر آدم است. این میکروفون ها را ببین، صدای الله اکبر دارند. چی دیگر برای ما لازم است؟ دوم، اکخان، خواهرخان از نگاه اسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پروردگار والله علم در کدام سوره مبارکه است از یادم رفت، میفرماید محمد صلی الله علیه و سلم به هیچ کدام تو پدر نیست، بلکه رسول الله این آخران پیغمبر است، بعد او پیغمبر دیگر نمی آید. این آیت میگن شأن نزولش در حق زید ابن حارث است که پیغمبر خدا و بچه خان گرفته بود. ببینید یکی بچه خان و پدر خان، یکی وقتی که زید زنش طلاق داد، رسول اکرم و نکاح کرده گرفت. این به خاطر چی بود؟ به خاطر که بچه خانی و اپه خانی و اکه خانی در اسلام حرام است. این دروغند. هیچ وقت شما به این عمل دست نزنید. این اپه خان مای، این خواهر خان مای، این اکه خان مای، دروغند. اینا دا گناهگار میشوید دادر عزیز. دوم، سیوم، سنت خفتن را میخوانند تا امام نخیزد قوم نمیخیزد. چی معنی دارد؟ مثال ما و شما فرض میخوانیم همراه امام، بعد او سنت میخوانیم و بعد سنت مثلا تا امام نخیزد به سوی نماز 3 رکعت وتر واجب ما و شما نمیخیزیم. خوش به حالتان دادر عزیز. این احترامه، این حکمتش احترامی پیشواتون هست، احترامی عالم ها هست. شما احترام کنید، بگذار اول امام خیزد بعد از پس امام شما خیزید. به خاطر این حرمتی که شما نسبت امام کردین، نسبت پیشواتون کردین، الله برای شما در اول صحبت که آداب من برای شما بیان کردم، الله برای شما آتش دوزخ حرام میگرداند.